به نام خداوند مهربان، با عرض سلام بینندگان گرامی به برنامه بازشگب خوش آمدید. امیدواریم که با وجود مشکلی ها، با وجود سردی هوا و بی‌برقی روز خوبی داشته باشید. حالا در این برنامه ما برادر محمد جان کبیری حضور دارند و انشاءالله یک جایه مرور به اخبار امروز خواهیم کرد. ببین، باز میریم همون قضیه بازداشت نزدیکان استاد محی‌الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی که عددی کلان از بستگان او را بازداشت کردند و واکنش های تنده در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌های خارجی و در سازمان‌های بین‌المللی به بار آورد. عجیبش همون است که اون چیزی که صبح امروز سید مومن یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی که وظیفه‌اش امنیت ملت تاجیک است، واکنش اون صبح امروز واکنش کرد. واکنش اون خیلی مهم بود که گفت که نظرزاده ها و کبیری ها ابزار بازی های ژئوپلیتیکی هستند. یعنی اینکه پدری محی‌الدین کبیری، عمه 70 سالش، پدری 90 سالش هر چیزی میشوند، اونها همون کبیری ها هستند که با نظرزاده و با اینها اونها رو در یک مقام یا در یک جایگاه قرار داد. و واقعا اینم یک نوع که هر چیزی میشود بالای اونها، یعنی اونها بیگناه نیستند. وقتی کبیری ها میگوید همین است. شما همین واکنشی سید مومن یتیموف رئیس کمیته امنیت ملی را چخیل میبینید؟ چخیل بها میدهید؟ با نام و یاد خدا و درود بر روان پاک فرستاده بر حقش محمد مصطفی و یاران خاندانش بود و همچنین سلام عرض میکنم خدمت تمام بینندگان گرامی و برای یکایک شما آرزوی سلامتی و امنیت همه جانبه تمنا دارم و امیدوارم که در سلامتی کامل به سر ببرید. چون که ذکر فرمودید انشالله در این روزهای سرد زمستان که ما بی برق هستیم و قلب‌های شما گرم باشد و خانه‌های شما با تپک ملی که تنها دستاورد در 25 سال استقلالیت و استقلالیت ما هست گرم می شود. خانه‌هاتان گرم می شود. و برمیگردیم به قضیه، یعنی سابقه این خبر. روزی 2 روز قبل، روزی 15 ماه جاری، صبح زود، حالا دقیق نمیدونیم، چون که ما هم از رسانه ها و از منابع مختلف آگاه شدیم، نیروهای امنیتی و پلیس میان دهکده‌ای که پدر بزرگ من، یعنی بابا کلانم اونجا، همراه کلین خانواده و چند تا فرزندان نابالغ. یعنی فقط تنها از همون دهه قسمدره یا از دیگر جا هم جمع میکنید؟ نه، تنها از اونجا نیست. اونا اومدن از دهه قسمدره تمامی فامیل ها، یعنی خویش و تبرهای ما هر کی هست جمع کردن. چون که شما خبر دارید از طریق رسانه ها، مثلا پیرمردی 95 ساله پدر بزرگ من که 95 سال سن داره، دوباره سکته قلبی را پشت سر گذاشته است. و اینا را و خواهرش که خانم لال خانم، ایشان هم بیماری دارند. گفتن که اونها رو به خاطر نصیحت ها، برای من جای تعجب است که اگه قرار بود نصیحت بکنن، خب تشریف می آوردن خانه ما و ما هم خیلی مهمان نواز هستیم و سر یک پیاله چای اینا می نشستن و صحبت میکردن، حالا نصیحت میکردن. اگه حتی همون اعترافات اجباری هم که جلوی دوربین ازشون میگرفتن میتونستن. یک چیز دیگر میخوام که شما، اون بابای شما هست، یعنی سلامتیش، یعنی اون قدرتی گشتن رفتن اینا دارد؟ نه متاسفانه ایشون به زور راه میره، حتی وضو هم در داخل خانه میگیرد، یعنی در این وضع قرار دارد. و شما اگه توجه کرده باشید به عکس ها، واقعا از نظر جسمانی در حالت خوبی قرار ندارند. میگم بعد از دو تا سکته قلبی خب انسان میتواند چی وضعیتی داشته باشد. تقریبا 7-8 نفر رو از دهه ما گرفتن و
چند نفر دیگر رو از خویشاوندان همسری آقای کبیری، یعنی اینی که 8 نفر گفتن، 8 نفر هم نه، بیشتر از 8 نفر از دهه ما شاید 7-8 نفر باشه. بله. از دهه ما، ولی گفتم باز از دههای دیگه، از مثلا خسرهای استاد کبیری. بله، خسرهای استاد کبیری و همچنین خسرهای روح الله پسری استاد کبیری و همسری خدای استاد کبیری. بله، و همسری روح الله کبیری که مثلا خانمش باردار هست. همه اینها رو تقریبا 25-30 نفر رو بردن از صبح تا دیر وقت. نگفتن به نظر درست است. سبب چی است؟ سببش یکی از دلیل‌هاش، یکی از سبباش این هست که قرار بود اون روز استاد کبیری در یک کنفرانسی که از طرف خانه آزادی یا همون فریدم هاوس برگزار میشد شرکت میکرد. حالا به دلایل مختلف که ویزاش صادر نشد، ایشون نتونستن شرکت بورزند و از طریق اسکایپ سخنرانیشون انجام دادن. نیروهای امنیتی فکر کردن اونجا حتما اتفاق میفته، تصمیم گرفته میشه و عملا یعنی این کارا کردن تا اینکه جلوگیری کنن. بله، جلوگیری بکنن و فشار بیارن بالای استاد کبیری که اگه مثلا دست از پا خطا بکنی تمام خانواده شما اسیر ما هست. و تایید این حرف همون صحبت‌ها و بیانیه یتیموف، آقای یتیموف وزیر امنیت یا همون وزیر دهشت افکن بگیم، عملا با این صحبتاش تاکید کرد که فقط تنها کبیری اینجا مقصر نیست، یعنی تمام خانواده و پیوندان و خویشان کبیری باید به خاطر مثلا فعالیت‌های سیاسی کبیری پاسخ بدهند. و واقعا جای تعجب است که ایشان، یعنی به نظر شما آقای یتیموف این کاری که بازداشت نزدیکان را تایید کرد؟ خب با این صحبتش عملا اونا رسما نگفتند، هنوز پاسخ ندادن، ولی با این کارش عملا تاکید میکند که بله توجیه دادن، توجیه دارد، توجیه میکند عملکرد خصمانه یا نامردانه مثلا کارمندان زیرتابع خودش رو که بله حتی همون پدر 95 ساله کبیری هم چون کبیری هست و پدری من هم که یک دهقان، یک کشاورز است کبیری هست و همه فامیل ها یا همه خشتبار ما مثلا مقصر هستند و باید میریم سری موضوع شما گفتید درباره سید مومن یتیموف رئیس کمیته امنیتی ملی. بسیاری تحلیلگران میگویند که بعد اینکه به ریاست کمیته امنیتی ملی آقای سید مومن یتیموف آمد وضعیت دیگر شد، فشارها بالاتر شد و شما اون را عنوان کردید وزیر دهشت افکن. بله. چرا؟ راستش من از سابقه کاری آقای یتیموف یکم آگاهی دارم، چون ایشان سابقه کاریش رو از زمانی که کنسول تاجیکستان در تهران بود، زمانی که اوایل امضای سازشنامه صلح تاجیکستان و نیروهای مخالفین با حکومت تاجیکستان بود، از اونجا شروع کرد. پرونده نهضت از اونجا روی دست آقای یتیموف بود و خیلی هم تونست اونجا موفقانه عمل بکنه، هم مثلا نظر دولت اون وقت جمهوری ایران رو تغییر بدهد، هم در وسط جوانان نهضتی که بیش از 200 نفر فکر کنم دانشجو داشتن اونجا اختلاف اندازی کرد و شروع کرد به فتنه اندازی بینی مثلا رهبرای، یعنی این تجربه کاری آقای یتیموف در ایران. ایران ایشون با تقریبا میشه گفت که نظرش این است که فتنه بیانداز، تفریقه بیانداز، حکومت بکن. این از نظر استراتژی کاری و فعالیت. دوست عزیزم، ما خبرهای زیاد داریم که باید امروز تحلیل بکنیم، در این خبر بیشتر ایستادیم. فقط تنها آخرین چیزی که هست آقای یتیموف به نظر شما واکنش آقای یتیموف 2 روز بعد یا 1.5 روز بعد از این بازتابی گسترده و واکنش های تندی سازمان های بین المللی و دیگر جهانیان به این بازداشت شاید سبب شده باشد که این شب خواب نرفته این واکنش را؟ درست. من جمله کامل بکنم. از نظر جهان بینی آقای یتیموف ایشون معتقد بر این هست که دین جنون یا یک نوع بیماری هست در بدن جامعه و هر دینی باعث برای این گفته‌ها دلیل داری؟ اگه شما سر بزنید به مقالات و اندیشه هایشان
میشه در آورد که ایشان معتقد بودند است که باید در جامعه سکولاریسم داشته باشیم و چون در تاجیکستان حزب اسلامی فعالیت میکند عملا سببگاری همه این بدبختی ها مثلا حزب اسلامی هست. فعالیتی با از بین بردن حزب نهضت اسلامی امیدوارم که مثلا امسال دیگه مشکل برق رفع می شود، مشکل بحران اقتصادی برطرف می شود، مشکل 2 میلیون مهاجر در روسیه برطرف می شود. بله، یعنی در بستن حزب نهضت اسلامی و اعلام کردن و همچون سازمان تروریستی بیشتری کارشناسان خود آقای امام علی رحمان را مقصر میدونند. شما میدونید که سهمی به نظر شما سهم یتیموف در این اقدام اخیری حکومت چی حد است؟ میتونید بگید؟ آقای رحمانوف از زمان صلح یک نوع سازشی داشت، یک نوع قبول کرد که واقعیت این است که یک حزب اسلامی هست و واقعا هم بیشترین سود رو آقای رحمانوف برد از موجودیت یک حزب اسلامی و از این صلح. بله، از این صلح و از این مثلا حزب اسلامی که در یعنی تقریبا ویزیت کارت یا کارت ویزیت آقای رحمانوف بود، چون میرفت در کشورهای غربی ادعا میکرد که تاجیکستان تنها کشور دموکراتیک هست چون تنها در سابق شوروی در تاجیکستان یک حزب اسلامی فعالیت میکند. بله. ولی یک دموکراسی کنترل شده رو داشت. بله. بعد یعنی فشارها نسبت فعلی کمتر بود. بله، فشارها نسبت فعلی کمتر بود. دیگه آرام آرام اونا درک کردن که احساس خطر کردن از ضعف خودشان و چون آقای رحمانوف هم سنش به جای رسیده است و شاید مدیریت کامل نداشته باشد بر امور حکومت داری، چون تقریبا شبیه دیکتاتوری نیست در تاجیکستان، بیشتر یک حکومت خانوادگی هستش. مثلا یک وزیر رو ما میبینیم به جرم اختلاس یا فساد از یک منصب برکنارش میکنن، 2 روز بعد میبینی از یک منصب بله دوست عزیزم کمتر سریعتر که خبرهای بیشتر خلاصه بیشتر آقای رحمانوف هم متقاعدش ساختن که بله موجودیت حزب نهضت اسلامی برای ادامه سلاله یا حکومت ایشون خطر داره و آقای یتیموف تونست این اندیشه شو که واقعا این خطری واقعی هستش توجیه بکنه و فضای امروزه بین المللی هم که همه مشغول مبارزه با جریان افراطی هستند عملا دست به دست هم دادن تا آقای یتیموف به اون اهداف شوم خودش برسد. بسیار خوب. در ضمن ما امروز یک خبر دیگر آمد که بعد رسانه‌ای شدن بازداشت باز به نزدیکان استاد مهدی کبیری به نزدیکان شما باز تهدیدی جدیدی صورت گرفته. بله، بازم متاسفانه از منابع مختلف و بعضا شاید از منابع خودی از داخل باشد گفتن دعوت کردن بعضی از نزدیکان را گفتن تهدید کردن که رسانه‌ای کردن چون این بازداشت ها یا بازپرسی ها به ضرر شما انجام می شود، یعنی وضعیت را عواقبی بدی داره. یعنی بله عواقب بدی برای شما خواهد داشت و این تلفن هاشون رو از دستشون گرفتن تا بله قدرتی مثلا ارتباط نداشته باشند، در صورتی که جامعه کور نیست. در یک دهه وقتی 10-15 نفر رو میبری خب مردم میبینن احساس میکنن و جامعه هم اونقدر که اونا فکر میکنن درست که ترسیدند، ولی بازم افراد دلسوزی وجود دارد که به ما خبر میدهند و به منابع دیگر. بله، میگذاریم به اون زلزله‌ای که در بدخشان صورت گرفت بخصوص در وادی برتنگ و چند عددی از اون آسیب دیده ها را مردم اون منطقه محلی حادثه را به جای امن‌تر کشاندند. یعنی بیا در عموم فکر کنیم که میبینیم که در اونجا زلزله شد، در این زمستان مردم بسیار مشکلی روبرو شد، ولی جامعه مدنی که قریب بعد این فشارها بسیار از حد ضعیف شده، چیزی مثل پیشتر که این چنین حادثه یعنی هم مثل رخ میداد، یک جامعه مدنی یک اقدام ها میکرد از بخصوص حزب نهضت اسلامی و دیگر، ولی در این حادثه اخیر متاسفانه که مردم بسیار در رنج و عذاب بودن، ما چنین یعنی اقدام جامعه به شهروندی را مشاهده نکردیم. به نظر شما سبب چی است؟ خب طبیعی است که وقتی اصلا جامعه شهروندی یک همکاری خوب برای حکومت‌های آزاد و دموکراتیک است، در حالت‌های بحرانی میان سراغ حکومت‌هاشون و اونها رو دستگیری میکنن. اگر شما خبر داشته باشید بحران اقتصادی که در مالزی بود چند 30 سال قبل فکر کنم، وقتی رئیس جمهور گفت که رئیس جمهور وقت
کمک کنه، حتی تمام مردم دارایی‌هاشون و زنها طلاهاشون آوردن به حساب حکومت سپردن تا که اقتصاد ورشکسته حکومت نجات پیدا کنه، چون اعتماد داشتن. بله. و جامعه شهروندی هم فعال بود. الان آقای یتیموف یا حکومت فعلی تاجیکستان عملا تمام جامعه مدنی زیربینایی، بله جامعه مدنی زیربینایی مثلا احزاب سیاسی را از بین برد. و مثلا چند سال قبل اگر اتفاقی می افتاد ما می دیدیم که مردم کمک‌های دست جمعانه جمع می‌کردند و میشتافتند. حتی بعضا میشد قبل از نیروهای امدادی مثلا تاجیکستان، حزب مثلا نهضت اسلامی تاجیکستان و حتی سازمان‌های خیریه دیگه هم و بعد اون احزاب دیگر هم سبقت می‌جستند که مثلا بیشتر بتونن به جامعه کمک بکنن. هم از یک طرف وضعیت اقتصادیشون خوب بود، از یک طرف دیگه این آزادی وجود داشت، یعنی جامعه شهروندی این قدرت و توانمندی رو داشت که در حالت‌های اضطراری به حکومت کمک بکنند. متاسفانه الان قوی‌ترین حزب که همون حزب سازنده و معتدلی که نهضت اسلامی بود بسته شده. احزاب دیگر هم که تنها یک احزابی در روی کاغذ هستند و فعالیت آنچنانی ندارند. دیگه باید حکومت خودش تنهایی با این گونه مشکلات دست و پنجه نرم بکند و ما دیدیم متاسفانه به وضعیت این زلزله آوارگان زلزله اصلا رسیدگی آنچنانی نشد، چون واقعیتش هست که حکومت تاجیکستان ضعیفانه عمل میکنه با توجه به اینکه کمک‌های زیادی هم دریافت میکنن. من به یادم رسید یکی از کشورهای عربی در یاد ندارم دقیقاً چند سال قبل به خاطر این زلزله بود یا آفت طبیعی یک هواپیما فرستاد، بعد موقع نشستن ازش $25,000 پول گرفتن بابت فرود آمدن در باند تاجیکستان. چون این مثال ها در تاجیکستان خیلی زیاد هستند. درست گفتید. میریم به سراغ خبر دیگر که اپای گلرخسار صفی و شاعری برجسته و ادیبی مشهور تاجیکستان 68 ساله شدند و واقعا یک عمری پربرکتی داشتند و خدمت‌های زیادی کردند. زنی جسور هستند. ما این زادروز او را تبریک میگوییم و دعا میکنیم که خداوند در پناهش نگه دارد و باز نیرویش را در راه خدمت به ملت و وطن صرف کنند. و همچنین پیش از این اپای گلرخسار صفی و شاعر مشهور تاجیکستان با اون جایزه صلح سیما رو مشرف شدند که این را هم ما تبریک میگوییم. در روسیه میگردیم به وضع مهاجرین تاجیک در روسیه. یک مهاجری بیچاره تاجیک با چند کیلو با ناس بازداشت شده و فعلا با جرمی داشتن مواد مخدر احتمالاً به 10 سال زندان یعنی تهدید او را روبرو است، یعنی به تهدیدی 10 سال زندانی روبرو است. یعنی چرا یک ناس، این ناس فروش، یعنی این ملتی تاجیک تا این حد شده که یک بیچاره برای یک کاری مثلا این ناس فروشی این یگان چیزی ندارد در مواد مخدر که نیست، ولی امروز میبینیم که در بین مهاجرین بیچاره با تهمت‌های ساخته، با یک وضعیتی، با یعنی فضای مشکوک، اینها بیچاره با سالهای طولانی محکوم میشوند که واقعا جای نگرانی است. و شما که چند وقت در روسیه بودید این وضعیت رو، خصوصا وضع حقوقی مهاجرین تاجیک رو چطور میبینید؟ بله متاسفانه چون که شما ذکر کردید شهروندان تاجیکستان، شهروندان مهاجر تاجیک در روسیه یکی از بی‌دفاع‌ترین مهاجران محسوب میشوند و هیچ وقت هم آنگونه که باید از حقوق ایشون دفاع کند حکومت تاجیکستان برخورد نکردیم. مثلا بر اساس قانون اساسی تاجیکستان رئیس جمهور کشور حامی حقوق و آزادی‌های شهروندان تاجیکستان در داخل و خارج از کشور می باشد و عملاً به جز از ساختارهای یعنی بالاترین سطحی که باید در چنین حالت‌ها دخالت بکند این رئیس جمهور کشور است. ولی متاسفانه در این 25 سال آخر ما ندیدیم باری مثلا رئیس جمهور تاجیکستان بیاد شدیداً از جنایت‌هایی که بر ضد
مثلا مهاجرین تاجیک صورت میگیره عملا حمایت کرده باشه. از جمله اون مرگ عمرعلی بله، نظروف. از جمله مرگ عمرعلی نظروف، مرگ مثلا اون سلفن پیچیده، اونایی که 5 نفر بله در داخل پلاستیک یا همون سلفن پیدا شدن، یا حتی برگردیم به قبلتر خانم دختری جوانی بود که با 18 ضربه چاقو یا کارد در جلوی چشم پدر و مادرش در و اون چند روز پیشتر یک تاجیکی بیچاره با 75 ضربه پلیس از دنیا گذشت به نام فروخ. از این اتفاقات زیاد داریم ما. ولی وقتی میبینن خود روس ها میبینن که مثلا مقامات تاجیکستان به شهروندای خودشون در داخل تاجیکستان ارزش قائل نیستن و اینها هم یک مثال عادی، اگر پسر فرزند شما در نزد پدرش در داخل خانواده قدر نداشته باشد، مورد احترام نباشد، آیا همسایه به اون پسر به فرزند شما احترام میگذارد؟ نه طبعا. وقتی میبیند که در خانه شما قدر ندارید، در خارج هم قدر نخواهید داشت. از این لحاظ شما اگر بگیریم مثلا تعداد مهاجران تاجیک به نسبت درصد خیلی کمن در روسیه. مثلا ازبک ها تقریبا 3-4 میلیون هستند، چون جمعیتشون هم زیاد هست. ازبک ها 30 میلیون جمعیت دارن، 4 میلیون. و قزاق ها هستند، ترکمن ها هستند، آذری ها، ارمنی ها، تقریبا 10 میلیون، بیشتر 14 میلیون مهاجر هست در روسیه. ولی سرخط رسانه ها همیشه شما تاجیک ها رو میبینید، مثلا همون قضیه جمشید و روشن و خیلی از حتی در یعنی چهره منفی مهاجرین نمیشه. بله، حتی در سریال های روسی مثلا هر وقت مهاجر استفاده بشه بهش تاجیک میگن. بعد اگه شما توجه بکنید اونا به زبان قرقیزی یا مثلا قزاقی، ازبکی صحبت میکنن. باری نشده که سفارت تاجیکستان اعتراض بکند یا مقامات تاجیکستان که شما مثلا چرا شهروندان یا کشور ما متاسفانه حتی اون سفارت اون چیزهایی که باید به مهاجرین میده اونا میفروشه به اون بیچاره‌ها. میگردیم برادر عزیز، یک قضیه که دیگر خبر دیگر که هست، مجلس نمایندگان قرار تصدیق کرد که بر اساس این قرار وکالتدار حقوق کودک تأسیس می شود. یعنی سوال اینجا میاد که وکالتدار حقوق انسان چی کرده که باز وکالتدار حقوق کودک تأسیس می شود؟ اگر ببینیم در تاجیکستان اینقدر حقوق شکنی است، اینقدر نقض حقوق، موارد نقض حقوق گزارش می شود، ولی ما ندیدیم که این وکالتدار حقوق انسان واکنش های جدی نشان بدهد. پس این وکالت تأسیسی وکالتدار حقوق انسان جز یک چیزی رمزی به نفع ملت، به نفع کودک تاجیک من فکر نمی کنم باشد. بله، بیشتر این نهادهایی که تأسیس می شوند زیر نظارت حکومت یا پارلمان، بیشترشون به خاطر دریافت کردن بعضی گرانت ها یا همون بودجه از سازمان خارجی هست. مثلا بیان یک وکالتدار حقوق بشر درست بکنن تا از سازمان های حقوق بشر پول دریافت بکنن که اون مثلا اونجا بر مسند ریاست تکیه بزنه و اون بودجه رو خرج بکند. و وکالتدار مثلا کودکان هم همچنین به خاطر خودشون رو مثلا رساندن به یک استاندارد هایی که بتونن استفاده بکنن. ولی در کشوری که قانون از جانب خود مقامات حفظ حقوق پایمال می شود، نقض می شود، خب ما هرچی قانون تصویب بکنیم فایده ای نداره. و در آخر من اون قسمتی که تازه یادم رسید، آقای تیموف اتهام زده که مثلا حزب نهضت اسلامی، میگردیم به آقای تیموف. بله واقعا میگه که مثلا من جالب بود اونجا که میگه حزب نهضت بازیچه دست کشورهای ژئوپلیتیکی هستش. بله. ولی من میخوام ذکر بکنم ایشون منظورشون از کشورهای ابرقدرت کی هست؟ اگر میشد آشکارتر واضحتر بیان میکردن. یک زمان برچسب دادن که محی الدین کبیری یا نهضت یکی از احزاب غربگرا و امریکایی هستش. بله. ولی ما میبینیم که امروز مثلا خود امریکا با رئیس این حزب ویزا نمیدهد. بله. و از طرف دیگر ما میبینیم که مثلا در 3 سال آخر که سفیر سابق امریکا جناب خانم سوزان الیوت که سفیر امریکا در تاجیکستان بود، بیشترین فعالیت های آمریکایی‌ها در تاجیکستان این کمک های مثلا نظامی به ساختارهای قدرتی تاجیکستان بود. مثلا سازمان هیومن رایت واچ فکر کنم گفته بود تقریبا 100 میلیون خورده میلیون به نیروهای امنیتی و مرزبانی یا دفاع تاجیکستان کمک شده.
و حتی یه پایگاه هم برای آموزش این نیروها درست کردن و حتی تا جایی که ما خبر داریم میبرن بعضی از این نیروهای ویژه رو مثلا آمان و اینا رو در آمریکا آموزششون میدن برمیگردونن که از جمله گلمراد حلیموف پالکونی که مثلا درجه دار سابق رئیس فرمانده آمان وزارت داخله تاجیکستان که الان پیوست به داعش. و خب اگر آمریکا نباشد روسیه یا مثلا ایران یا هر کشوری که بگیم، این آقای یتیموف ادعا داره که بازیچه دست کشورهای ابرقدرت هستند، خب دلیلی داشته باشه، چون ما می‌بینیم که بیشترین بودجه رو یا پول‌های مثلا کمک‌های بین‌المللی حکومت و خصوصا نیروهای امنیتی دریافت میکنن. مثلا ما حدود 3 میلیارد خورده از چین قرض داریم. و همچنین از کشورهای دیگه اروپایی، مثلا ما از سازمان اتحادیه اروپا کمک دریافت میکنیم، از کشور روسیه، از ایران هم حکومت تاجیکستان دریافت میکنیم. حتی بر اساس آمارهایی که از ویکیلیکس فاش شده، حتی برای برگزار کردن یک کنفرانس حکومت تاجیکستان و وزارت خارجه تاجیکستان از سعودی که اونا رو سلفی میگن درخواست کمک بکنه که شما این پول پرداخت کنید تا ما این کنفرانس رو برگزار بکنیم. حالا من میخوام ببینم که این آقای یتیموف هست بازیچه دست قدرت‌های ابرقدرت یا بازیچه دست این گئوپلیتیک یا ابزارهای گئوپلیتیک، یا اینکه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در اون تعهد و امضایی که داشت معتقد بود، پایبند بود، تا آخر ماند و هیچ عملی مثلا خلاف قانون اساسی، خلاف یا نقض خود صلح از جانب نهضت اسلامی تاجیکستان صورت نگرفت. برعکس این حکومت تاجیکستان بود که در سالهای مثلا مدید همیشه نهضت اسلامی رو با فتنه‌های مختلف میخواست وادارش بکنه که دچار مشکل شود. مثلا در سابق حتی زمانی که استاد نوری زنده بود، آقای شمس الدین معاون استاد نوری رو بردن زندانی کردن که در زندان شهید شد. مولوی قاسم رو بردن با تهمت خلاصه، یعنی زیاد لیست خیلی خیلی طولانی است که آخر دیگه صبرشون تمام شد، آمدن خالی قضیه رو کندن و اول گفتن خودان پراکنده بکنه، نشد، بعد دیدن که نمیشه، اومدن مثلا به خاطر یا همون خواجگانی که خودش میگه باید میگفت، به خاطر مثلا جلب نظر کشورهای حامی خودش نهضت اسلامی رو مثلا قربان بازی های اونها کرد. و از این لحاظ من می‌خواستم، یعنی شما خلاصه گپ که اونها هستند که خودی آقای یتیموف اونها هستند که ابزار گئوپلیتیکی. بله به شک حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همیشه از منافع ملی کشور حمایت کرده و حمایت خواهد کرد. هرگز در اندیشه بی‌ثباتی تاجیکستان نیست. اون جنگی هم که بود در تاجیکستان به خاطر دفاع از خودمون، از جونمون، مثلا از مالکیتمون فرار کردن رفتن و زمان تقاضا کرد، جامعه بین‌المللی تقاضا کرد، با سربلندی آمدیم صلح کردیم. ولی اونها این عقده رو، یعنی اون عقده رو فراموش نکردن و گفتن فرصت مناسبی هست تا انتقام بگیرن و قال قضیه رو بکنن. مثلا بله، یکی از خبرهایی که رادیوی آزادی داد اون است که مادری فرخنده، اون زنی که در افغانستان با تهمت‌های ساخته گویا که تجاوز صورت گیره، اون یعنی زنا کرده، کرده، بعد اون سنگسار کردن، اون را کشتن. زنا یا همون که قرآن رو سوزونده فکر کنم. اینه بله. فعلا این خیلی خوب است که رادیوی آزادی از حقوق مثال انسان در افغانستان دفاع میکند، اون رو پخش بازتاب میکند. ولی این آزادی که میبینیم واقعا اگر تریزه دفتر خود رو اگر بکشاین، میبینن که در پشت تریزه یا در پشت دری دفتر اونها چقدر حقوق یعنی انسان نقض می شود، ولی متاسفانه بازتاب کم می شود. یعنی اینقدر نهضتی ها و دیگر فعالان و دیگر اندیشان تاجیک مورد تعقیب، فشار، همه چیز روبرو می شوند، ولی متاسفانه نمی بینیم که چنین بازتابی را در رادیو آزادی. ولی خیلی خوب که این هم از حقوق انسان در افغانستان صحبت کرده. نظری شما، آیا رادیوی آزادی را
یعنی که تجربه خیلی طولانی دارد، در وقتهای اخیر چطور بها میدهید؟ یعنی آیا واقعیت ها را همون طوری که هستند بازتاب میکند یا منحاز طرف یکی از این بازیگرها می باشد؟ باید درک بکنیم که وضعیت جامعه تاجیکستان، رادیوی آزادی هم درسته که یک رادیویی هست از طرف آمریکا سرمایه گذاری می شود و هدفش هم بیان واقعیت های جامعه هست، ولی خب اونها هم یک سیاست گذاری عمومی دارن که در اختیار خبرنگارانشون نیست. مثلا من از تک تک این خبرنگاران رادیوی آزادی تشکر میکنم چون مقصر آنها نیستند که آنها نمیتوانند واقعیت ها رو بازگو بکنند. حتما این برمیگرده به رهبریت این رسانه یا همون تصمیم گیرنده های اساسی که به هر دلیلی منکری، مثلا به هر دلیلی از بیان واقعیت هایی که در تاجیکستان همون نقض حقوق بشر یا مثلا تخریب مساجد، اقدام های خلافی، بله اقدام قانون شکنی هایی که از جانب حکومت تاجیکستان صورت میگیرد، چه قانون شکنی های مثلا دینی باشد، چه اقتصادی باشد، چه مثلا سیاسی باشد، اینا بیشتر کوشش میکنن، سعی میکنن یک طرفه یا مثلا یعنی مشاهده حکومت را نرنجانند از یک طرف. ولی این سوال باید از رهبریت آنها یا مثلا از خود سیاستگزاران این رسانه باید پرسید. ولی نظر من اینه که آنها هم شاید نمیخواهند که از بسیاری ها این ختیمش را در نقشی ساجده میرزا که رهبری این بخش تاجیکی است در اون میبینن. واقعیتش من شناخت از خانم ساجده میرزا ندارم، تنها از رسانه ها خوندم که شوهر ایشون کارمند کمیته ضد مبارزه با هروئین بوده، مواد مخدر، و بازداشتش کردند و چند سالی هم روانه زندان شده است. و بعضی ها معتقد بودند که شاید خانم ساجده میرزا تحت فشار روانی قرار دارد، از این خاطر مثلا رادیوی آزادی از بیان واقعیت ها پرهیز میکند. اگر چنین هم باشد من نمیدونم، من ولی واقعیت این است که وقتی که ما میبینیم هر آن چیزی که در بالای جامعه شهروندی صورت میگیرد اونا رو نمیارن، ولی اگر واکنش حکومت رو باشد، شما ببینید شما با یک حکومت وحشی روبرو هستید که برای انتقام گرفتن دست به هر کاری میزنند. مثلا الان وزیر دهشت افکن آقای یتیموف میگه همه کبیره ها مقصرند، یعنی از پیرمرد 95 ساله و نظرزاده ها از نظر که اون فرزند زن، بله نظرزاده ها مثلا یا کبیری ها همه با هم هستند. خب خانم ساجده میرزا هم مستثنا نیست. خانم ساجده میرزا هم انسان است، زن هست، ضعیف است، فرزند دارد و حتما از این نیروهای دهشت افکن ترس دارد، چون عملا اینها تبدیل شدن به یک نه اینکه نیروهای امنیتی کشور بلکه نیروهای ترور کشور و راحت میان مثلا مخالفین خودشان را در خارج از کشور ترور میکنند، به سرقت میبرند و نابود میکنند. خب هیچ انسان یا کمتر کسی حاضر است که در عوض گفتن حقیقت مثلا بیاید چنین قربانی رو یا چنین ریسک رو بپذیرد. به نظر من امروز اون مؤسسان و صاحبان اصلی این رادیو نیاز دارند که یک بار بازبینی بکنن و همین قسمی تاجیکی رادیوی آزادی رو که چطور از واقعیت ها صرف نظر میکند و واقعیت ها را به شکل انعکاس میدهد، بازتاب میکند که به فایده یک طرف است، نه اونجا کسبیتی ژورنالیستی رعایت میشود، نه اون ارزش های انسانی که مثلا امروز در قضیه بازداشت نزدیکان شنیدیم که از بعضی نزدیکان من بازداشت شده ها صحبت یعنی مصاحبه گرفتن ولی اون را نگذاشتن، ولی وقتی که حکومت واکنش کرد واکنش حکومت رو اونها بازتاب کردن، منعکس کردن. ولی امید داریم که رسانه های مستقل تاجیکستان باور کنید با اون همه سختی ها، با اون همه زحمتی که ژورنالیستی و روزنامه‌نگاری وطنی وطن دوستی تاجیک یعنی اون زحمت هایی که میکشد
واقعا قابل دستگیری است و باید با در اون وضعیت که اونها در داخل هستند بر زمین اون واقعیت ها رو تا حد امکان کوشش میکنن که منعکس کنن. این هم جوی دستگیری است. این بود برادر. و در آخر از این فرصتی که پیش اومده استفاده میکنم باز تک تک شهروندان تاجیکستان و خصوصا خبرنگاران گرامی که در قضیه پوشش دادن بازداشت خانواده ما و هر فرد تاجیک که کسبیت ژورنالیستی خودشون رو رعایت میکنند و پوشش میدن تشکر میکنم. و از اون ژورنالیست های غیر تاجیک هم و از ژورنالیست های غیر تاجیک هم و از اون خبرنگارایی که شاید نتونستن کمک بکنن ولی قلباً با ما بودن هم اظهار سپاس میکنم و مطمئن هستم که سر فرصت آنها هم خدا اگر فرصت دست بدهد وظیفه خودشون رو انجام میدهند. امیدوارم که این روزای سخت سپری بشود انشاءالله. و در آخر یک چیز میگم، حق دادنی نیست، گرفتنی هست و هیچ ملت به راحتی به آزادی دست پیدا نکرده است و برای آزادی باید جهد ورزید، تلاش کرد و توکل به خدا. انشالله امید داریم که ملت تاجیک با اون زحمت هایی که فرزانگان فرزندانش میکشند انشالله یک روز خواهد آمد که مادری تاجیک دیگر در بقی نباشد، خانش گرم باشد، فرزندانی تاجیک از سردی به برقی اذیت نکشند و تاجیکستان آباد باشد، گلشکوفان باشد. همچنانی که مقامات داران محترم ما میگویند که سازندگی و یعنی همین تاجیکستان هم همین خیلی واقعا در حقیقت سازنده و گلشکوفان باشد. سلامت باشید برادر عزیز. بینندگان گرامی، این بود برنامه بازچه گپ. تا بازدید، خدا نگهبان شما. سلامت باشید.